بسم الله الرحمن الرحیم. بحث چهارم بگوییم. چهارم نه؟ یا چهارم ما شروع میکنیم یک پروژه را با استفاده یک مثال دوم کار میکنیم که دو پمپ و تانک و پتر میخوایم برش تعریف کنیم. خب شبکه رو با وجود میاریم با استفاده از پایپ یک تا اینج تمام شد. خب دیگه میخوایم که یک شکل وجود بیاد. خب در این قسمت میخوایم یک رزروایر داشته باشیم و فکر میکنیم که این رزروایر که من اینجا انتخاب کنم از الیویشن خود جانکشن یک مقدار پایین تر باشه. در این قسمت که آمدیم سرش دبل کلیک میکنیم، جانکشن ما تبدیل به رزروایر میشه و در این قسمت میخوایم جای جانکشن چی باشه؟ پامپ باشه. کلیک میکنم تبدیل به پامپ میشه و در این قسمت میخوایم یک تانک تعادل سازی داشته باشیم و میایم روی تانک کلیک میکنیم یک تانک باشه. خب در کل این قسم یک شبکه لوپ است و هدف ما در این مثالی است که مشخصاتی که به پمپ ضرورت است و چیزی که به تانک ضرورت است تا هنوز نخواندیم، یعنی چیزی میخوایم بخوانیم و دیگه چیزی که مهم بود قبلا یک قسم یک مثال کار کرده بودیم اما پتر نداده بودیم بخشش، یعنی نوسانات آب در یک شبانه روزی ما مطالعه نکرده. امروز کاری که میکنیم یعنی مشخصات پمپ و تانک و همون نوسانات. هدف کلی از ما همین سه چیز است. خب میایم سر رزروایر. در قدم اول هر شبکه‌ای را که وجود آوردیم همون الیویشن باید داده باشیم، باید الیویشن بدیم برش مثلا که ضرورت است و در جانکشن هم الیویشن باید بدیم و مقدار دیمندش. خب رزروایر کلیک میکنم در قسمت یک چیز دیگه من اگر خواستیم سیستم متریک کار کنیم میایم در قسمت تولز، در قسمت تولز قسمت آپشن در یونیت که آمدیم انمی یو اس کاستومر اس آی سیستم متریک کار کنیم منال برای ما متریک کار میشه. خب در این قسمت سر رزروایر کلیک کنم و در رزروایر ارتفاع را برش میتونم، یعنی خود منده ما چقدر از سطح بحر ارتفاع داره و انوار برش میتونم فرضاً میتونم که 1170 متر و ایتشان متر است. خب کلیک میکنیم. بعد از رزروایر جانکشن است، یعنی روی جانکشن کلیک میکنیم و در قسمت فیزیکال ارتفاع جانکشن ها را برش میتونم. جانکشن اول از ماست، ارتفاعش 12 متر. ارتفاع جانکشن دوم هم برش میتونیم 1199 متر و جانکشن سوم را ارتفاعش را برش میتونیم خب 1196. اینا را سری کار میکنیم چون اینا را ما قبلا کار کردیم. 1198. خب الیویشن رزروایر و جانکشن ها را برش دادیم. برای جانکشن ها چیز دیگه هم مهم است، ما باید دیمندش، یعنی جانکشن ها چقدر دیمند باید تامین کنه. میام در قسمت دیمند کلکشن در اینجا کلیک کردیم. در این قسمت پنجره باز میشه مربوط به جانکشن. به دیمند بیس یعنی مقدار آبی را که جانکشن تهیه میکنه لیتر پر سکند است. ما قبول میکنیم. اگر خواستیم به کدام واحد دیگه باشه در این قسمت میتونیم واحدش رو تغییر بدیم. لیتر پر سکند نباشد یا فوت مکعب پر دی باشد و جی پی ام باشد، هر واحد را که خواسته باشه میتونیم از قسمت تغییرات بیاریم. خب میایم دیمندش برش میتونیم 25 لیتر
25 لیتر فعلا فیکس تعریف میکنیم، بعد برش قیمت معرفی میکنیم و براتون میگم که چه قسم پترن برش معرفی میکنیم. میایم روی جانکشن بعدی. جانکشن بعدی از ماست جانکشن دوم و مجرد کلیک کردم نمبر جانکشن در اینجا تغییر میکنه. خب این هم هست 12 لیتر. جانکشن سوم، جانکشن سوم هست 13 لیتر. انتر میکنم 13 لیتر. و جانکشن چهارم ما هست 10 لیتر. خب کاری کردیم، الیویشن دادیم برای رزروایر و به جانکشن های خود هم الیویشن دادیم و مقدار دیمنش تعریف کردیم. خب میایم در قسمت تانک. تانک برای ما نو است، یعنی مثال همین نحوه دیتا داخل کردن در قسمت تانک میگم که چطور میشه. روی تانک کلیک میکنیم. در این قسمت که آمدیم برای تانک هم الیویشن ضرورت است که باید برای تانک هم ما یک الیویشن بدیم که اینمی الیویشن تانک ما در قسمت فیزیکال الیویشن میدیم. خب الیویشن تانک هم میتونم 1220 متر شکل 1220 متر. و در قسمت الیویشن که دادیم اینجا چند چیز دیگه زون است که مربوط به کدام زون میشه، والیوم اندیکیتیو و اینستالیشن یا مثالی که این پایپ تانک شما دارین اینجا مثالش هم میتونید یک سکشن اما مقطعی شما تانک ساختین کدام مقطع داره، آیا دایروی است، بیضوی است، کدام شکل داره. و باز اگر دایروی باشد و نمی سیرکولار سایز و دیامتر به این قطرش شود اما اگر مثلا دایروی نباشد، کدام شکل مستطیلی یا مربعی یا کدام شکل دیگه داشته باشد، در اون صورت میایم در قسمت سیرکولار نمیگیریم، نان سیرکولار میگیریم. وقتی نان سیرکولار انتخاب کردیم در این قسمت اریا اوریج به متر مربع است، یعنی مساحت مقطعش است. مساحت مقطعش را باید اونمون مساحتش هم برش انزرت کنیم، یعنی در کدام مقطع تو میخوای انمی تانک را که تو انتخاب کردیم کدام سطح مقطع داره، چون مساحت سطح مقطعشه ضرب ارتفاعی میشه اما حجم تانک رو میده. اما اگر دایروی بود در قسمت بین من فقط قطر را انزرت میکردیم اما قطر ضرب امو ارتفاعی داره در حقیقت امو حجم تانک دایروی رو برای ما میده. خب در این قسمت میایم ما چون نان سیرکولار انتخاب کردیم نمیخوایم تانک ما تانکی دایروی نباشه، تانک مستطیلی یا مربعی باشه. با این صورت میایم در قسمت یک مساحت را تعریف میکنیم، مساحت مقطع. خب ایرم برش میتونم یک مساحت فرضاً 200 متر مربع یک مساحت دادیم برش ایرم که انسرت کردیم. دیگه میایم در قسمت آپریتینگ ریج ببینیم. آپریتینگ ریج در این قسمت میگه الیویشن، اینجا داریم یک الیویشن است و یک لیول است. خب تفاوت بین الیویشن و لیول چی است؟ یعنی هم میتونیم در قسمت آپریتینگ ریج تایپ هم الیویشن بگیریم و هم لیول بگیریم. اگر الیویشن را من انتخاب کنم در حقیقت ما اگر وقتی بیس الیویشن در قسمت بتون اینی ارتفاعی که در قسمت الیویشن دادیم و همراه ازی با جمع، یعنی بیس الیویشن را کنیم. اگر تانک ما هوایی باشد اونمو بیس الیویشن اون مقدار ارتفاعش جمع میشه. اگر ما امو الیویشن اگر لیول انتخاب کنیم در حقیقت در قسمت مینیمم و چیز در قسمت ها دیگه لازم نیست که ما اینی ارتفاع را جمع از ارتفاعی در اینجا بگیم همراهش جمع قسمت کام داشت دیروزن. خب ما برای از یک کار ما آسان شود دیگه این آپریتینگ ریج تایپ شده الیویشن نمیگیریم، لیول میگیریم. به خاطر از اینکه ما الیویشن خود تانک در قسمت داریم دیگه لازم نداریم که ما هر واحد را که اینجا انتخاب کنم همراه از جمع کنم. اگر ما اینجا الیویشن انتخاب کنم مثلا ما هر واحد را مثلا الیویشن ماکسیمم را که اینجا انتخاب کنم دیگه مثلا فرضاً ما اگر 10 متر بتونم دیگه 10 متر نمیتونم. اینجا چیکار میکنم 1220 را همراه از 10 متر جمع میکنم میشه 1230 به قسم باید انزر کنم. اما
اگر من در این قسمت لیول انتخاب کنم دیگه کار ندارم، مثلا میتونم که در این قسمت ها اما هر واحد دلخواه را وارد کنم. اگر الیویشن شد همون معنا داره که یعنی از سطح بحر هر چیزی را که در انجین ضبط میکنی هم باید از سطح بحر هم رازی بگیرم. اما اگر من لیول بگیرم دیگه لازم ندارم که من این ارتفاع را همراه از این چیزایی که در اینجا هست مجمع کنم. ببینید مثلا من الیویشن گرفتم، الیویشن ما میخوایم الیویشن مینیممش یک الیویشن اینیشیال مثلا ما 2 متر میگیرم اینجا، نه یعنی 2 متر را من نمیتونم اینجا بگیرم، ما باید 1222 را ما در قسمت انزل کنیم، یعنی 1220 را نمیخوایم. در اون صورت اگر الیویشن انتخاب باشد، اما اگر در این قسمت لیول انتخاب باشد دیگه لازم ندارم که من 1220 را جمع از 2 متر کنم که 1220 بشه. فهمیده شد؟ نه؟ بله. خب یعنی به این صورت است باشه یک دفعه کار کنم براتون پیچ کنم. نه ما فهمیدیم مشکل. یعنی الیویشنی که در این قسمت است از سطح بحر ارتفاعی همون تانک است. ما اگر بخوایم مکسیمم را در اینجا بدیم مثلا 10 متر نمیخوایم، اینمی اگر الیویشن انتخاب باشد ما نمیتونیم اینجا 10 متر بدیم، ما باید 1220 در اینجا است، 10 متر دیگه اینجا است، 1230 باید داخل کنیم در اون صورت که الیویشن انتخاب باشد. اما اگر این قسمت الیویشن انتخاب نباشد اگر تا سر سطح زمین باشد اما الیویشن کافی است. دیگه اگر لیول باشد باز اینجا 10 متر میتونم راحت، دیگه لازم ندارم که من از این ارتفاع استفاده کنم. صحیح؟ خب میایم در قسمت بیس از زیرا ما چون تانک را گفتیم زمینی انتخاب کنم، این تانک است که روی زمین است، در هوا نیست. دو نوع تانک داریم، یک تانک هوایی داریم، یک تانک زمینی داریم. در قسمت میایم که یک تانک فعلا میگیرم تانک زمینی است، روی زمین باشد 1220. اما اگر تانک زمینی نباشد این تانک هوایی باشد، اونمو مقدار ارتفاعی که خود تانک از سطح زمین داره با اینی ارتفاعی که در اینجا است در دویش جمع میشه، باز در اینجا بیس الیویشنش گرفته میشه. خب من فعلا تانک زمینی گرفتم، اما ارتفاعی که در اینجا است اما ارتفاع تانک گرفتم، یعنی خود تانک روی زمین است. میایم در قسمت الیویشن بیس را که 1220 دادم، لیول مینیممش هم 0 میگیرم تا سطح مپی 0 باشد و اینیشیال لیول تا کدام سطح دینامی آب در او افت میکنه، یعنی تا کدام سطح باید تانک این سطح آب که پایین میاد تا کدام سطح باشه. من میگم تا ارتفاع 2 متری باشه، من اینجا 2 متر برش میتونم. و مکسیمم لیول این حد اقل مقدار آب و حد اکثر مقدار آب در تانک، یعنی لیول مکسیمم و حد اکثر مقدار خود ارتفاع تانک است چقدر است؟ فرضاً ما میگیم 10 متر. ببینین اشتباه نشه، این در حقیقت سطح آب نیست، مکسیمم لیول یعنی ارتفاع آب است، ارتفاع امو خود تانک است. یعنی برم که انتخاب کنیم دیگه در این قسمت ما کاری نداریم. به این ارتفاعش این در حقیقت ارتفاع تانک را که ما انتخاب کردیم یعنی از سطح زمین خود تانک چقدر ارتفاع داشت. اونم چیز است. خب مربوط به تانک دیتایی که در خود تانک داخل میکردیم گفتیم تانک به خاطر تعادل سازی جریان است. مثلا اگر منبع ما یک مقدار از سطح شبکه پایین تر باشد در اون صورت ما لازم داریم که باید تانک داشته باشیم در شبکه. فرضاً اگر امی پایین تر باشد من میتونستم که هیچ تانک نگیرم و پمپ انتخاب کنم و می سطح در جانکشن آب بدم، اما این در صورت است که باید پمپ ما 24 ساعته روشن باشد. دیگه ما یک چیزی را نمیخوایم از لحاظ تکنیکی خود درست نیست. تانک به خاطر از این انتخاب کردیم که یک مقدار پمپ که در شبکه آب را شتمونه برای یک مدتی باید خاموش باشد، یعنی استراحت خود پمپ داشته باشد و در اون وقتی که استراحت میکنه باید شبکه ما آب داشته باشد و او آب از کجا تامین میشه؟ یعنی تانک تعادل سازی تامین میشه. این در این صورت ما چیکار میکنیم؟ یک تانک تعادل سازی را میگیریم، یک رایزشان بس اینجا. خب دیگر دیتای مربوط به تانک بود داخل کردیم و دیتایی که مربوط به پمپ است مانده. خب برای از اینکه ما بخوایم یک پمپ را در یک شبکه معرفی کنیم چیکار می‌کنیم؟ میایم در قسمت کامپوننتس.
در این قسمت است پمپ دفینیشن. روی پمپ دفینیشن میایم یک پمپ تعریف میکنیم. روی از یک کلیک کنیم یک قسم یک پنجره برای ما باز میشه. این نوشته است پمپ دفینیشن. هنوز همه چیز غیر فعال است. میایم یک پمپ دفینیشن تعریف میکنیم. است پمپ دفینیشن یک. در این قسمت میتونم نامش هم تغییر بدم. من پمپ یک استفاده میکنم، میتونم نامش انزر کنم. ما میبینیم چون یک دانه پمپ دارم و می نام صحیح است. اگر خواستیم نامش از این چه تغییر بدم میشه. خب این هید است. هید ما گفتم همون ارتفاعی است که آب به او ارتفاع بالا میشه و هید و فلو همون مقدار آبی است که پمپ شوت میکنه. یعنی کدام مقدار آب را به کدام ارتفاع باید پمپ شوت کنه. در حقیقت همین چیز هم انتخاب. افیشنسی موثریتش است که یعنی پمپ را که تو انتخاب کنی چقدر موثریت، یعنی برای شبکه تو چقدر موثریت داره. مثلا یک دانه پمپ را ما انتخاب کنیم با هید 50 که 50 متر فشار ارتفاعی داشته باشد و فلوی 80 برای ما جواب میده. اما ما پمپ انتخاب نکنیم، رفتیم یک پمپ را گرفتیم که هید 50 را تامین کنه و فلوی هید 80 را تامین کنه. هید 80 در حقیقت هید 50 اگر یک پمپ انتخاب کنیم که هید 80 را داشته باشد با هید 50 کار میکنه. اما در اون قسمت هید 50 را کار داریم، هید 80 در حقیقت یک اسراف است. ما وقتی که را انتخاب کنیم اما موثریت در شبکه ما نداره، به خاطر از یک مقدار انرژی را چکار بده ناقصه که در حالی که هید 50 با فلوی 80 تو جواب میداد. یک دانه پمپ هست به می هید به می فلو. اما تو این را انتخاب نکردی، رفته یک دانه پمپ را انتخاب کرده که هید 80 داره و اون فلوی فرضاً 100 داره. درسته او تامین میکنه، او چیزی را که تو میخوایی تامین میکنه، اما یک مقدار انرژی را ناقص کرده. در صورتی که با هید کم با پمپ با هید 50 تو همین مطلوبیت را داشتی یا ضرورت را داشتی تامین میکنه. در این صورت اگر او قسم انتخاب کنیم یعنی افیشنسی خود شبکه در حقیقت پایین میاد به خاطر از اینکه تو یک مقدار انرژی را ناقص کرده. و در قسمت موتور خود نوعیت موتور و همین خود موتور افیشنسی موتور است که برای چند سال کار میکنه و برای کار نداریم. یعنی موتور انتخاب کرده. فرضاً ما گفتیم که برنامه را که ما میخوانیم مربوط فقط به دیزاین نیست، یعنی در حقیقت زمان بهره برداری ما از استفاده میتونیم. یعنی زمین واترجن در زمان یک شبکه در حال بهره برداری باشه، در حال استفاده باشه، از استفاده میکنیم. اینجا نوشته است موتور افیشنسی، یعنی هر پمپ را که ما انتخاب میکنیم در روی از نوشته است که این موتور از در چند سال کار میکنه، یعنی برای چند سال یعنی پمپ کار میکنه. روی کتابش نوشته است، هم هیدش نوشته است، هم فلویش نوشته است و هم افیشنسی موتور نوشته است. مثلا یعنی موتور تا 5 سال کار میکنه، بعد از این امکان داره خراب شه. اینا اگر پرینتر است، هر ماشینی که است برش نوشته است که چند سال ضریبی امو چیز لایف تایم اونو برش نوشته. اما در اقتصاد بنام چی میگن؟ لایف تایم. لایف تایم در انگلیسی میگه. اگه اصطلاح دیگه در اقتصاد برش هست عمر مفیده. عمر مفیده هر ماشین هر ساختمان یک عمر مفیده داره. مثلا در ساختمان اگه است، ساختمان دیزاین میشه عمر مفیدش تا 40 سال 50 سال است. نه یک ساختمان بلند منزل تا 50 سال مگه عمر مفیدش است. بعد از اون امکان داره اگه تخریب شه اون دیگه انجینیر میشه. مسئولیت به گردن انجینیر نیست. او چون عمر مفید خودت داره. در شبکات آبرسانی 25 سال تا 40 سال است. یعنی در 25 سال اگر شبکه کار کنه دیگه اون عمر مفیدش است. از او بعد اگر کار نکنم دیگه مسئولیت به گردن انجینیر نیست، به خاطر اینکه عمر مفیدش اون 25 سال است یا عمر مفیدش هم 40 سال است. این در حقیقت همون افیشنسی موتور است. مثلا 5 سال 3 سال 2 سال که است اون است. خب ترانسیانت است اسپیدش و اسپسیفیک اسپیدش قدرتش اما خود سرعت ماشین است. به اینا کار نداریم. لایبری مشخصاتش است. پمپ دفینیشن است که در تاریخ شما انتخاب کردین این چیزا رو در قسمت هم میتونیم یگان نوتی نوشته کنیم، یگان چیزی داشته باشیم در قسمت. خب در سر از اینا بحث نمی‌کنیم. میایم در قسمت استاندارد 3 پوینت. این چند گزینه داریم. کانستنت پاور است، کاستوم اکستند است، دیگه دیزاین پوینت است. دیزاین پوینت یک پوینت است نظر به یک نقطه. مالتیپل پوینت است
و استاندارد تری پوینت و این زیادتر که در شبکات ابرسانی استفاده میکنه از مالتیپل پوینت و دیزاین پوینت 1 استفاده میکنه. نظر به یک نقطه تو میخوایی دیزاین کنی و نظر به چند نقطه میخوایی دیزاین کنی. باز اینی را اگر بخواستیم نظر به چند نقطه دیزاین کنیم ما باید کتلاگی خود پمپ داشته باشیم. نظر به کتلاگ پمپ نظر به همون چند نقطه انتخاب میشه و فعلا که نداریم میخوایم از دیزاین یک نقطه‌ای استفاده کنیم. در این قسمت که آمدیم ما گفتیم برای می شبکه گامی هیر است چی میکنم یک فلوی را فرضاً 100 لیتر را در یک سکند با کدام هید من کار دارم اینی ارتفاعی را که من اینجا دارم ببینیم فرضاً ما میگم اینی هید اینی ارتفاع چقدر است 50 متر است و مقدار آب را که ما میخوایم پمپ شد کنه در این قسمت را چند است 100 لیتر است در یک ثانیه 100 لیتر شد اینجا میایم همون اینجا درش میایم 50 یعنی هید است. هید چی؟ این زی قسمت که پمپ شد میکنه تا این قسمت را چقدر ارتفاع داره یعنی رو من فرضاً گرفتم 50 متر و مقدار فلوی را که یعنی پمپ شد میکنه چقدر است در 50 متر یعنی پمپ چقدر آب را شد کنه و اونمو مقدار آب که است 100 لیتر در یک ثانیه 100 لیتر شد میکنه. این را من به خاطر اینی فلو هید را از کجا میگیرم؟ هید خو معلوم دار است که همون ارتفاع گرفته میشه کار ساده است توسط همین جیودیزیستا توسط توتال استیشن لیول ارتفاعش مشخص میکنه یعنی این نقطه را که ما انتخاب کردیم و پمپ را که انتخاب کردیم در حقیقت اون ارتفاع هید پمپ است و فلو چه قسم انتخاب میکنیم این دیمندایی که در اینجا است مثلا اینجا ببین در قسمت ببینین چی است اما دیمند را که دادیم کلا دیمندایی را که ما در این قسمت ها دادیم اینجا مشخص میکنیم یعنی 12 و 25 هر دیمند را که داده باشیم این مجموع دیمندایی که در اینجا ما داریم در حقیقت فلوی ما را تشکیل میده. اما اگر ما همون فلوی که در جانکشن ها ضرورت است ما فقط در اینجا بگیرم این مجبور است که تمام 24 ساعت کار کنه. این فرضاً اینی مکمل مجموع دیمندهای از ما چند شد 50 لیتر پر سکند. اگر ما فلو را 50 بگیریم در اینجا این در صورت است که باید پمپ 24 ساعت کار کنه تا 50 لیتر در شبکه تامین کنه. اما ما را یک قسم انتخاب نمیکنم. ما میگم که یک فلوی را من انتخاب کنم یک مقدار زیادتر و او فلویی که من زیادتر انتخاب کردم 50 لیترش در اینجا مصرف میشه و 50 لیتر دیگه چیکار میکنه این تانک ما را پر میکنه. زمانی که تانک پر شد من چیکار میکنم این پمپ خاموش میکنم. وقتی پمپ خاموش شود یعنی زی تانک آبی که در تانک است این ساحه چیکار میشه آبش تامین میشه و باز زمانی که خالی شود بازم میکنم یعنی یک مقدار استراحت باید پمپ داشته باشه. خب آمدیم در قسمت کامپوننت پمپ دفینیشن بود در قسمت 100 لیتر 50 لیتر این با مجرد که انتر کردیم مشخصه خود پمپ رسم شد منحنی پمپ سلکن هید و متر و اینجا فلو و لیتر پر سکند و مجرد که اینجا بیتیم ماکسیمم آپریتینگش در اینجا گرفته تو سطنی و فلو را برای ما گرفته 50 اینجا داریم منحنی مشخصه را به اون ارق دیتای را که ما در اینجا بیتیم منحنی مشخصه اش را در اینجا برای ما چکار مونه رسم مونه و پمپ افیشنسی را در قسمت به فیصدی برای ما نشان میده. خب این را کلوز میکنم. زیاد نیست از چیزی که دیدید تعیین کردیم این ببینید در قسمت کامپوننت آمدیم در قسمت پامپ دفینیشن ببینید ما اینجا 100 دادیم دیزاین را ما 100 گرفتیم 100 پلوس 50 هید است مقابل 100 پلو و 100 هید و اینال این را که من انتخاب کردم خود برنامه برای من چیکار میکنه که اینوی منحنی مشخصه را برای ما میکشه. یعنی زمانی که تو میری پمپ انتخاب کنی اونجا منحنی داره هر پمپ از خود منحنی مشخصه‌اش داره تو باید پمپ را انتخاب کنی که اینوی مشخصه را باید داشته باشه یعنی ماکسیمم آپریتینگش هست 200 ماکسیمم دیگه هم پمپ انتخاب نکنیم به خاطر پمپ نشان ندادن صرف منحنی مشخصه را نشان دادن که اینطور میشه اینطور میشه یعنی اگه من اینجا عدد دیگر رو تایپ کنم فرضاً اگر ما بگم 80 این منحنی مشخصه تغییر میکنه و مجرد که انتر کنم
باز تغییر. یعنی به هر فلو و هیدی که داری این اتومات برای ما منحنی مشخصی خود پمپ چیکار میکنه؟ رسم میکنه. یعنی منحنی مشخصی را پمپ رسم میده دیست کار سخت است. قیمت دومی هم استاد تغییر کردی باز چون من تو مثلا دو چند میشه ترک 160 این مکسیمم آپریتینگ است. حد اکثری توانایی که داره دیگه این افیشنسی هم تغییر کرد کلا تغییر میکنه و هر هید و فلوی که تو اینج داخل کنی اینج بر تو همون مشخص منحنی مشخصش میکشه. این را خودی برنامه برای ما تحلیل میکنه که برای مشخصه این هید و فلوی را که ما داخل میکنیم خودی برنامه برای ما برنامه مشخصه منحنی پمپ برای ما رسم میکنه دیگه اون کاری نمیکنه. خب آمد اینجا صدام 160 که اصلا خود برنامه میده در بالا در ضرب که داده این را برنامه میده اونال من ایتار کنم پس بسیارش مکسش هست. خب این را من انجام دادم کارا. خب ریزروایر انتخاب کردم الیویشن ها این را دیتایی که مربوطش بود تعریف کردم تانک و جانکشن ها. فعلا یک والیدیت میکنیم کدام مشکل نداشته باشه تا این قسمت سرعت و فشار چیزا تعیین نمیکنیم او تعیین میکنیم باش تا این قسمت یک والیدیت میکنیم. گفته problem were found during the validation یک مشکلی خلاصه پیدا شد در زمان که والیدیت کردیم. اینج بر ما میگه سناریو بیس است element type element لیبل پمپ یعنی چیزی که برای ما مشکل داره یعنی عنصری که در شبکه مشکل داره پمپ است و در اینجا نوشته که برای ما مسیج داده که pump definition is undefined. پمپی را که تو انتخاب کرده او شناخته نشد. خب برای از یک پمپ نشناخته چیکار میکنیم؟ روی پمپ کلیک میکنیم یعنی پنجره پروپرتیز باز میشه برای ما. وقتی که پنجره باز شد من در قسمت پمپ دیفینیشن در قسمت پیدا میکنم پمپ دیفینیشن اینجاست. اینجا داریم پمپ دیفینیشن اینجا فعلا نداریم در حالی که ما اینجا پمپ دیفینیشن من درش مشخص ساخته بود. یعنی ما پمپ چیکار میکنیم؟ برش تعریف میکنیم. اینال پمپ دیفینیشن وان انتخاب شد. من باز همین والیدیت میکنیم no problem در پمپ مشکلی را خلاصه پیدا نشد. خب وقتی که یک کار انجام دادیم دیتاهای مربوط به هر کدامش را داخل کردیم میایم رن میکنیم ببینیم که چطور است. خب رن کردیم در کل جهت‌ها رو برای ما نشاند که یعنی مسیر حرکت میکنیم. حالا میایم سلم سرعت و مقدار جریان چیزا را در خودی پایپ ها چطور است یک کنترل میکنیم. میایم در قسمت فلکسیبل مربوط به پایپ را باز کنیم. میایم پایپ را برای ما به میلیمتر گرفتم و تغییر میتونم یعنی باید به چی باشد؟ به اینچ باشد. فرضاً در قسمت که به اینچ میگیم خب 6 اینچ انتخاب شد. فرمول متریال داکتیل آیرن گرفتم و خود پایپ را ما گفتم و فرمول هم که استفاده شده گفتم برای آب بیشترین استفاده را داره در شبکات آبرسانی هزن میلیون است. اما اگر مایه ما آب نباشه گفتم کدام فرمول استفاده میکنیم؟ دارسی 22 است. اما اگر کانال سرباز باشه در اون چیز داویاری که است از فرمول مانینگ استفاده میکنیم. باز روز اگر خواستین در یک قسمت ها بس مشکل نیست من رفتم پایین. خب ضریب چیزا را براتون گفتم. فلو را ببینید در قسمت فلو همون منفی 18 و منفی 8 منفی 18 است. یعنی فلوی ما در دو قسمت مشکل داره. یکی در این قسمت منفی 18 است و در این قسمت منفی 18 است. ما فلوی منفی در شبکه کار نداریم. باید فلوی ما مثبت باشه. یعنی آب باید از شبکه بیرون شود. یعنی آب برای ما شبکه برای ما آب تامین کنه. نه اینکه شبکه از ما آب بخوره. این فلوی منفی باید شبکه خودش آب سرزد داره. فلوی منفی را میکنه. برای از یکی کار کنیم گفتم چیکار میکنیم در قسمت میایم زوم تو میکنیم و اون چیزی که مشکل داره ببینیم کدام پایپ ما فلوی منفی داره. یعنی پایپ چای ما فلوی منفی داره و این را سرش کلیک میکنم. این را چیکار میکنم؟ ریورس میکنم. در حقیقت جهتش اشتباه است دیگه. جهت انتخاب ریورس میکنم و در این قسمت
دیگه چیزی که مشکل داشت در این قسمت یکی منفی 8 بود و دیگه منفی 18 بود و دیگه منفی 8 بود. این چیز منفی داره. روی از این میایم کلیک میکنم زوم تو در خود سر پایپ میایم این جهتش اشتباه است. یعنی در حقیقت اینجا که برای ما منفی نشان داد جهت آب در شبکه اشتباه انتخاب شد. اون رو چیکار میکنیم؟ ریورس میکنیم. ریورس کردیم. وقتی ریورس کردیم گفتیم هر تغییراتی را که میاریم تا که رن نکنیم برنامه نمیشناسه، این تغییر نمیده. چیکار میکنیم؟ میایم رن. خب رن کردیم انجام شد. میایم باز روی فلکس تیبل ببینیم مشکلش حل شد. یعنی در این قسمت میایم ببینین باید این بار دیگه منفی نداشته باشیم، یعنی فلوی منفی ما دیگه قسمت نداریم. این تیبل ها در مثال قبلی تشریح کردم چطور است، چطور کار میکنه. خب این از این. حالا کاری که میکنیم یه از مسیر خود تغییر نشد. مسیر تغییر نکنیم، ما بسیار مسیر نداریم. ما فقط میخواستیم که فلو جهت فلوی منفی نداشته باشیم. فلوی منفی نداشته باشیم. دیگه خود برنامه میفهمه که من از کدام قسمت آورد کدام قسمت شد کنم، یعنی جریان در کدام قسمت باشه. یعنی زمانی مشکل داره که ما قسمت ها منفی داشته باشیم. دو چیز مشکل پیدا میکنه. خب من این لیبل ها رو چکار میکنم؟ یک دفعه آف میکنم به خاطر از اینکه زیاد شروع نشه. گفتم از این قسمت میایم در قسمت انالیسیس، قسمت ویو. در قسمت ویو آمدیم سر element symbology کلیک میکنم. وقتی سر element symbology آمدیم لیبل ها رو کلا آف میکنم کامل و این قسمت هم لیبلش آف شد. بسر بایرم لیبلش آف کنم. خب اینجا که نداشتم در کل یکی پامپ موند. پامپ این قسمت این کار خوب استاز از فلکس تیبل میشه؟ نه، این در روی element symbology میایم کار که آب شد دوجه نمیشه؟ نه در فلکس تیبل در اینچه که بود مثلا نامربوط به این بود. اینجا فقط مشخصات پنجره پروپرتیز توصیفش باز میشه چطور میکنه. اما لیبل ها که خواستیم آف کنیم خود اگر پایپ دیگه بالا کلیک کنیم و نمی دیگه چی کست نه این پامپ و این پایپ و جکشن و این سوار که انتخاب میکنیم. این را که من انتخاب کنم کلان خود پایپ اکتر از شبکه خلاص میکنه سر از لیبل اگر کلیک ببینید. نمی مینو میگیم استاز از اول که شروع کنیم پایپ انتخاب میکنیم با جکشن. مینویی که مدیر همیشه می باشه. این رزروایر رو اصلا آپشن میبینه اصلا تو طرف پایین نمی این را میگیم نمی اول استاد که شروع کردیم درس از کدام مینو شروع کردیم؟ این از اینجی؟ خب از اینجی که شروع کردیم مشکل ندارم. من از اینجی تفاوت میتونم نمی آب چی کنیم آن کنیم نامه را فقط از این element symbology ما کار آف آن میکنیم. نه از این چه نمیشه مثلا این فقط انتخاب میکنیم. این اگر خواستیم هر واحدی را که در اینجا انتخاب کنیم در شبکه باشد میایم روی از اینا کلیک میکنیم و انتخاب میکنیم میاد و دیلیت میتونیم. مثلا من را کلیک کنم اینا جلت که دیلیت میکنم دیلیت میشه اما آف نمیشه. ما نمیخوایم که دیلیت شه باید آف شه و او فقط از element symbology میایم در قسمت ویو یعنی قسمت یا کنترل یک رنگ که بگیریم میاد باز اینا رو ما آف کنیم. فعلا دستان خب اونا رو که آف کنیم یک چیز دیگر باید بیان شه. ما فقط به خاطر از یک چیز شلوغ نشه آف کنیم نه باید باشه. در این قسمت میایم در قسمت آنوتیشن گفتیم چیکار میکنیم که یعنی هر کدامش مربوط به پایپ بود. میایم در پایپ چیزی که ضرورت بود یکی قطر بود یکی هم ولاسیتی بود دیگه. قطر انتخاب میکنیم. این چیزایی هست که در مثالهای قبلی هم کار کرده بودیم اما هر شبکه را که زنیم باید هم پروسر هم مرحله رو باید تایید کنیم. من کوشش میکنم که اینا رو این زد چی نشه خسته کنم نشه.
جی مساوی خب یک کوردینات هم میتونم بدش اپلای میکنم. خب در پایین من مثبت بدم منفی میتونم که البته یعنی به صورت استاندارد خود را زیر پایین نوشته میکنه سرعت به سر پایین نوشته میکنه منفی اپلای اوکی. بعد میام روی پایپ باز انوتیشن این دفعه میخوام سرعت و نوشته در قسمت ولاسیتی رو پیدا میکنم. قسمت ولاسیتی پیشوندش هم میگم در وی میشناسم و در قسمت دیگه منفی نمیتونم به سر پایپ نوشته شد. اگر در اینجا یگان عدد بیتیم روی محور عمودی حرکت میکنم. خب اپلای اوکی. دیگه مربوط به جانکشن ماند اونو رو چیکار کنم؟ میایم به جانکشن و جانکشن که آمد جانکشن پریشر هست فشار میاره فرضاً من ایره 2 1 میتونم ببینم در کجا قرار یعنی قسمت ها قرار. خب اپلای اوکی. زور صد پی نداره که پی مسئولی بشه کمشون سنگ میایم روی پایپ روی جانکشن خانی و آنیتیشن پرسن بخونش پریجر در قسمت به حرف پی میشناسم یعنی هم باشد 1 و 2 اپلای اوکی. خب جایش هم مناسبه به نظر من اینجا. خب یک ران میکنیم البته این من نمیخوام کیلوپاسکال باشه کیلوپاسکال رو گفتیم 10 برابر متر آب است یعنی 1 کیلوپاسکال 10 متر آب میشه. برای از اینکه ما دیگه ضرب تقسیم نکنم میایم از همین جاست فلکس تیبل چیکار میکنم که به متر آب میگیرم واحدش روی جانکشن در قسمت دیمند پریشر اینجا به کیلوپاسکال است در واحد شده میتونم و چی باشد به متر آب باشد. اوکی. خب این برای ما شد چیزی که امروز میخوایم بگویم اویی است که تا به حال فقط یک پایپ که ما داخل کردیم نبود چه قسم تعریف میشد و تانگ تعریف میشد و چیزی که مهم است این دو چیز را گفتم پترن است یعنی برای هر جانکشن خود قبلا که بود پترن فیکس تعریف میکردیم اما امروز چیکار میکنیم نوسانات را یعنی مقدار آب را در 24 ساعت سعی میکنیم در 24 ساعت چقدر مصرف آب داریم یعنی هر جانکشن ما بعد 24 ساعت خود تغییر میکنه دیگه در ساعت 6 و 8 و 10 اون قسم تغییر پیدا میکنه. خب در این قسمت میایم یک کالر کدینگ هم میکنیم که باز بفهمیم که کدام قسمت ها مشکل داره. در قسمت الیمنت که آمدیم این قسمت پایپ میایم کالر کدینگ هم میکنیم. در این قسمت میایم روی فیلد نیم مربوط به پایپ است. خب در پایپ چی است؟ مهم ولاسیتی است دیگه نه سرعت ولاسیتی رو پیدا میکنیم در قسمت و مجرد که را انتخاب کنیم پنجره ما چی میشه؟ باز میشه اکتیو میشه. گفتم سرعت حداقلش چند است؟ 0.6 است. این را انتخاب میکنم این رنگ برش میکنم اوکی. از 0.6 به بالا تا 1.2 چی است؟ برای ما مناسب است. این را انتخاب میکنم رنگ سبز برش میکنم اوکی. و از 1.2 تا 2 را یعنی به حالت استرالی آتش نشانی داشته باشیم تا 2.5 هم میگیره بعضی وقت. این را برای ما برنگ آبی نشان بده. اوکی این خلاص اپلای اوکی. و در قسمت جانکشن آمد جانکشن ها را باید کالر کدینگ میکنم مموری جانکشن این قسمت نیو کالر کدینگ فشار در جانکشن گفتیم چیزی که مهم است فشار است پریشر حداقل فشار را گفتیم چند است 14 است. ما چیکار میکنیم 1/18 روی مرز حرکت نکنیم یعنی
18 به پایین شود میگیم رنگ اینی رنگ برای ما بگیر و از 18 تا 50 رنگ فرضاً رنگ سبز انتخاب میکنم و از 50 تا 70 را اگر باشد در حالت آتش نشانی آتش فشانی یک رنگ سبز باشد و اگر بیشتر شد برای ما رنگ قرمز نشان اپلای میکنیم. اوکی ببینیم در قسمت یک رنگ در این قسمت چیزی که مشکل داره سرعت در اینجا نیست، از 0.6 نیست 0.46 است. در این قسمت سرعت 0.25 است. در این دو پایپ ما سرعت کم است. در این پایپ ما مشکل نداره، سرعت بین 0.6 تا 1.2 رنگ سبز است. در این قسمت هم مشکل نداره و در این قسمت ها چی است؟ سرعت ما از استاندارد بیشتر است، یعنی ما حد اکثرش را دو گفته بودیم، یعنی سعی کنیم سرعت ها زیادتر است. گفتم یک طریقه است با استفاده از طریقه داروین دیزاینر ما می‌تونیم حل کنیم. ما کار کنیم در مثال قبلی. و یک تکنیک دیگه است به شکل منوال میتونیم روی هر کدامش کلیک کنیم، چون سرعت و قطر رابطه معکوس داره. اگر یکیش کم شود دیگه‌اش زیاد شود باز میتونیم به قسم برنج بیاریم. خب این انتخاب کنیم. ما اینال پایپ چی انتخاب شده؟ پایپ 3 انتخاب شده. سرعت اینش چی است؟ کم است. وقتی که قطر کم بسازیم سرعت زیاد میشه. در قسمت میام در قسمت فیزیکال دیامتر میگیم 6 اینچ نباشد، چند اینچ باشد؟ 4 اینچ. و در این قسمت سرعت 0.25 است. ما میگیم 6 اینچ نباشد، قطر از پایپ چند باشد؟ 4 اینچ باشد. میام کلیک کنم. اما تا ران نگه زمانی را که ران نگه این در حقیقت امور میشناسه، یعنی هیچ تغییراتی درش نمی‌بینیم. زمانی که ران کنیم باید رنج برابر شه. ببینیم سرعت آمد وی ولاسیتی 0.86 بزرگتر از 0.6 است. و در این قسمت هم وی چند است؟ 0.75. فعلا در اینجا گفتم اگر یعنی حداقل قطر است که در شبکه آبرسانی استفاده می‌کنیم، یعنی از 4 اینچ نظر به استاندارد تو قطر 2 اینچ انتخاب نمی‌کنیم یا 3 اینچ انتخاب اگر داشته باشد انتخاب نمی‌کنیم. حداقل قطری که در پایپ آبرسانی انتخاب میشه 4 اینچ است. اما اگر اینمی 4 اینچ را تو انتخاب کنید، قطرم 4 اینچ است و سرعت هم در 0.6 پایین‌تر، در این صورت چه کار می‌کنیم؟ یعنی سرعت از 0.6 و پایین است 0.4 است و حداقل قطرم که باید انتخاب کنید 4 اینچ است. در این صورت چه کار می‌کنیم؟ دیگه اجرای حل نداریم، فقط اینجا ما چه کار می‌کنیم؟ پمپ یک پمپ دیگه اینجا اینستال می‌کنیم. زمانی که پمپ اینستال کردیم اون سرعت برام یا اگر در اون حالت مثلا واقع شدیم که سرعت از استاندارد پایین بود و قطرم 4 اینچ بود، دیگه اجرای حل نیست جز این که شما در اینجا یک پمپ اینستال کنید تا همون سرعت باید برای ما تامین با اینمی قطر سرعت تامین. یک نکته بود. خب در این قسمت ها گفتیم فشار چی است؟ استاد یک کار دیگه حلش نمیره، مثلا پایپ ها چی کنیم؟ قطرهای زیاد کنیم این طرف پایپ، این پایپ ها را و یک استاد مسابقه که کار کردیم همون چیزها که منفی بود نه همون منفی برآمد اما ریورس هم کردیم ریورس ولی نه ریورس این جهتش تغییر نکرده به هیچ به این برنامه فایده نکرده کار ریورس فقط به خاطر است که تو فلوی منفی نداشته باشی در شبکه، فقط فلو را منفی بود مثبت ساخته. یعنی در قسمت فلکسیبل یعنی در این قسمت ما در پایپ بود خب در قسمت فلوی منفی ما کار که کردیم ما شما ولیکن در شبکه گفتیم که باید جریانی طرف باشه و این رقم باشه هیچ تاثیر نکرد، فقط جهت تغییر نکرد. البته برنامه شناخته، این برنامه فلوی منفی نمیگیره. اگر او فلو منفی بود باز گران میکردیم مشکل ساز میشد. اما کاری که کرد در قسمت ما منفی 18 و منفی 8 داشتیم اینده ما پایپ انتخاب کنیم. خب این فلو فعلا تغییر کرده چون این قسمت ها تغییر داده. اینجا منفی 18 و منفی 6 منفی داشتیم اونا خلاص. ما چون این قطرها را در اینجا در آوردم
قبلا قطرش 6 اینچ صدری من تعمیر کردم. همون خاطر چی نشدی؟ باز ساخت نشد ولی که جور کرده است. یک دوستان اگر این مثلا شما میگیرید یه پنج خاطر اگر این طرف قطر کلام کنیم با خاطر که پنج پای محکم شود اینه نه یعنی پایپ قطر اینا رو میگی؟ نه اینا رو؟ این پایپ اگر قطرش چی کنیم؟ این اگر قطرش را نه اگر کلام بسازی خلاف تر افتی فشار داریم سرعت بیشتر از او کم میشه. این را ما باید چیکار کنیم که قطر کمتر انتخاب کنیم تا سرعت زیادتر شد. این را ما از این کار کنیم امکان داره از رنج برای راه حلش این نیست که پایپایی که مشکل داره سرش کار. اینا رو میتونستم که این را دی مساوی به 6 اینچ نباشد، یک قطر کمتر باشد تا وقتی قطر کم شود سرعت زیاد میشه. مثلا 5 شود. این اگر 4 میشد 5 به استاندارد نداریم، یعنی به اساس اعداد جفت در حقیقت تولید میشه. اگر 4 شود درسته این من سرعت امکان داره، یعنی سرعت ما از رنج برای از 1.2 که است و دیگه چی است در این قسمت امکان داره تغییرات بیاره ولی این امکان داره از رنج برای ما کار میکنیم که پایپایی که مشکل داره اونها در رنج میاد. استاد من یک چیز دیگه میگم امی جنکشن آب با جنکشن یک میاد موضوع با 2 میاد با 3 میاد با 4 میاد آیا قسم حرکت میکنه. حالا اینی به نظرتون غیر عاقلانه نیست که اگر پایپ سیومی ما که است قطرش 4 است و این پایین پایپ 4 میاد قطرش 4 است باز بعد از اینکه آب میاد به جنکشن 4 و قطر از اون پایپ که به پس جنکشن اولی وصل شده بزرگ شده و سرعت هم زیاد شده این به نظر من تو یعنی قطر میگی زیاد شد اینجا کم است باز اونجا سرعت هم زیاد میشه باید اصلا باید این پایپ یعنی پایپ 4 گیره میگی این باید قطرش کم شه و میگم قطر نه فعلا خود برنامه رو درست شناخته من نظر به این که فلو اگر از اون طریق است مثلا جنکشن اول دوم سوم باز پس بچه نه این قسم حرکت نمیکنه فقط ما خواستیم نمو فلو منفی نداشته باشیم این فلو از قسمت میاد باز فلو قسمت میاد باز مشکل نیست او را فقط به خاطر از اینکه این برنامه فلوی منفی نگیره او را ریورس میکنیم در حقیقت جهت تغییر نمیده. یعنی او را که من فقط خواستم که فلوی منفی نداشته باشیم در شبکه. این فلوی منفی معنا نداره یک شبکه باید همیشه تامین کنیم و این را که من انتخاب کردم این خود جهت از زیر تغییر نمیده به خاطر که اینا از این که از این قسمت هم آب میاد او درست ما گفتم ما فکر درست خب اینی هم از این شد در این قسمت میایم روی این پایپ این سرعت زیاد است و قطر کم است میایم قطر زیاد میکنیم تا سرعت در اینجا مثلا 8 میگیرم شاید هم جواب نده خلاصه بهتر بگیرم شاید دیروز هم در جواب میایم روی از این 3.97 است نه؟ ایرم اگر فرزن من 12 بگیرم البته رای خوبش است که هر کدامش دانه به دانه از قطر خرد بکنن اجازه است از قطر خرد به طرف کلان حرکت کنیم امکان داره اینی جدا جواب میداد نه؟ بالا نمیره آیسته میریم چون اگر او کار کنیم تو امکان داره یک قطر کلانتر را اینجا بگیرید درست جواب بده اما قطر کلانتر باز هزینه زیادتر داره ما نمیخوایم کوشش می‌کنیم که در اقتصاد شبکه مقدار کار صورت بگیره ایران 12 گرفتیم کسایی کار میکنه که مثلا یک چیزی سیفتی قدر تحت نظر میگیره کار ټیکه‌دار است و فرق ټیکه‌دار انجینیر باید تفکیک شود یک نفر که انجینیر است و ټیکه‌دار مثلا همین ساختمان رو که جور میکنه ټیکه‌دار تحتا بشه کوشش میکنه که همیشه فرشی بگیره تحتا ساختمان به خاطر از اینکه خلاصه این شخص نداشته باشه و در جای تحتا فرشی بگیری جواب میده ولی تو اون همه آهن که زیر زمین گل میکنی خلاصه استفاده میکنی پیسه درسته او سیفتیش در نظر گرفته است ولی تو خیلی پیسه را در اونجا برده زیر خاک کردی در صورتی که اون در سفل منفرد یا سفل مثلا بستدار جواب میده ولی تو همیشه چیکار میکنی
فرشی میگیره. اینجا هم عین چیز است. تو میتونی مثلا بهترین حالت هیدرولیکی را انتخاب کنی و جواب هم میدن، اما آدم باید اقتصاد هم به نظر بگیره، چون هر قدر قطر پایپ زیاد شود و اون اندازه قیمت پایپ بالا میره. به قسمت میایم ایرم فرزن مو 12 میگیم زیاد وقت لازم نشه، ولی راه حل اساسیش این است که از قطر باید به بالا بریم. یعنی رم یک قطری به خاطر که حسابی که از یک دفعه ترای کردیم کردیم که چیزا جواب میده. انتخاب کردیم تا زمانی را که رن نکردیم نمیشناسم. خب یک رن میکنیم یعنی در اینجا آمد، ولی این بین سرعت بین چند است؟ از 1.2 یعنی ما گفتیم حد اکثر مینیممش 1.2 ماکسیممش نه حالت درستش یا از 1.2 بزرگتر است، این من بین 1.2 دوست. و اگر خواسته باشیم که در این انتروال نباشد بازم کلیک کنیم یک قطر کلانتر دیگر فرضاً میتونیم 4 میرم یک بار دیگر در کل اینال شبکه ما هم قطرات در اینجاست و هم فشار بین 14 تا 50 است. در کل شبکه است 24 22 23 25 و هم سرعت ها در کل شبکه ما در اینجاست و قطر پایپ هم که انتخاب کردیم به شکل مینوال کار کردیم یعنی، اما اگر داروین دیزاینر دیزاین میکنیم کل شبکه باید دیزاین کار کرد. اصلا نظر به دیمان داره، یعنی سایز تانک و مشخصات خود پمپ هم شاید نظر به مو باز برنامه برای ما خوبه. نظر به دیمان که ما مصرف داریم شاید نظر به مو تعیین میشه. نظر به مو الویشن دیمان است. فعلا شبکه ما هم سرعت ها در اینجاست، یعنی 0.94 بین 0.6 تا 1.2 کل شبکه. هم فشار در اینجاست از 14 به بالاست، از 50 به پایین است. دیگه هم قطرات به شکل دستی ما در این قرار دادیم، اما راه حل اساسیش است اگر در شکل دستی کار کنیم سعی کنیم که از کوچکترین قطر بالا بریم. این کار نکنیم که مثلا یک قطر کلانتر بگیریم از این اولا میره. و اگر به شکل دستی کار نکنیم با استفاده از داروین دیزاینر کار کنیم و داروین دیزاینر خودش هم ماکسیمم بنفیت و مینیمم بنفیت ما کار کنیم مثال قبلی را باز بخونیم است. خب این کالر کدینگ هم خلاص شد. حالا میایم چیکار میکنیم که یعنی میخوایم گراف از گراف تانک که می نوسانات آب در تانک چطور است، یعنی میخوایم کار کنیم فانک یعنی تانک پر میشه و لبریز میشه چه قسمی گراف داره. میایم به قسمت کامپوننت به قسمت انالایسیس یعنی در قسمت کالکولیشن را انتخاب میکنیم و کالکولیشن آپشن کالکولیشن آپشن. خب قبل از اینکه من کار کنم یک دفعه مرام میکنم فقط یعنی در یک حالت نمایش یعنی تایم های مختلف نیست، در یک حالت مشخص. اما اگر ما بیایم بخوایم گرافش در حالت های مختلف در نوسانات مختلف ببینیم در قسمت کالکولیشن آپشن قسمت دبل کلیک میایم یعنی کالکولیشن تایم در قسمت داریم کالکولیشن تایم یعنی هر کدام از اینا رو ما روش کار کردیم یعنی پروپرتیز فیزیکال و هر کدامش در جایش استفادهش هست. در قسمت کالکولیشن تایم که اومدیم یعنی سیمولیشن استارت 1-2000 یعنی تایم انالیسیس تایپ را استپ بای استپ به این معنی در یک حالت در یک حالت مشخص نیست. اما اگر ما بیایم گزینه بعدش که EPS است این را در تایم های مختلف برای ما نشان میده. این 24 ساعت میگیم دیوریشن هاورز یعنی اما گرافی را که برای من نشان میده در 24 ساعت باشه 48 ساعت باشه هر تایم را که تو در اینجا انزرت کنی او برای ما اون گراف در اون تایم نشان میده. فرضاً میگیم 24 ساعت باشه و هایدرولیک تایم استپ هم یک باشه ریپورتینگ تایم. این هم از این قسمت دستانه.
را که تغییر دادیم در قسمت ویو، در قسمت گراف اینجا داریم گزینه گراف چی شارتکتش کنترل هشت را کلیک میکنم. من اوسانات را میخوایم گراف و در چی بررسی کنم؟ در تانک میایم در قسمت یک نیو میگیریم. خب گفتیم این آشنایی داریم دیگه پنجره توسط از سیلکت میکنیم، توسط از دن میکنیم، توسط از پس مارچ یه میگیرم و تانک در قسمت دن. وقتی دن کردیم این تک پنجره برای ما باز میشه. خب در این قسمت ما میگم چرا برای ما نشان میدی؟ لیول آب را به تانک نشان میدی. هایدرولیک گرادیان می لیول آب نشان میدی. در قسمت میایم اوکی میامد یک بار یک کار میکنم چرا استاد یک حرف دیگه هم هست بسیار عرض نظر بگوین. ما تا با این برنچ ها را مشخص نساختیم که مثلا از این جامیال آب جریان داشته باشه یا کم شد. شاید این بنا باشه که آب در تانک کاملا فعلا تا جانکشن ها رسیده و مصرف نداره. نه او تکاف نیست. این جمعنی که متعرف کنیم در حقیقت ما آب خارج میشه شبکه. باز برنچ هم یال کار میکنم یک شبکه کار میکنم مربوط برنچ میشه. تانک ما انتخاب کنیم گرافش رو باید رسم کنیم. خب میایم گفتم در قسمت ویو در قسمت گراف اینو که انتخاب کردیم تانک انتخاب کنیم دن بس تانک و در قسمت لیول شد فکر میکنم دمی پنجره کنم مشکل باشه. و تایم استاد یک چیز که ما میبینیم تایم هاور 0 است. شاید این چی پایینش یعنی ما حالت صفری برای ما نشان بدید یک معنی نداره. ایرا خب کلیک کنیم استاد. current scenario T1 base hydraulic gradient T calculated. این باید نشان بده گراف. خب حتما یک منبع نداره استاد منبع که چیزی باید داشته باشه یا از هلپ چی بگیریم کمک همین ویدیو رو استاد شما چی کنیم؟ استاپ کنیم استاپ کنیم باز نه چرا میره پس یک تکرار کنم استاد. خب او کار که انجام دادیم میایم در قسمت یعنی قسمت کامپوننتس که آمدیم در کالکولیشن کامپوننت انالیسیس کالکولیشن به قسمت که آمدیم این رو دبل کلیک میکنیم میایم در قسمت وقتی این استیت را تبدیل به استیت را تبدیل به APS کردیم این باید یک بار ران کنیم که ران نکنیم اونم مشکل قبلی که در داشتیم اونم پیدا میکنیم اینا رو که ران کردیم سلکن تایمای مختلف برای ما اینجا نشان وقتی که این رو نشان داد میتونیم اینا بیاریم در قسمت از این قسمت هم میتونیم گراف بیاریم و در قسمت کامپوننتس در قسمت ویو در قسمت هم گراف میاریم. خب ما اینا یک کار میکنیم که امیر یک بار دیلیت میکنم از سر کار میکنیم در قسمت که آمدیم نیو رو میگیریم این را مربوط به تانک میخوایم گراف شوید این گرفتیم دن. خب حالا هایدرولیک گرادیانت ما نمیخوایم چرا میخوایم لیول رو میخوایم این را برای ما
ولی اما مخزن که پر میشه اون رو ببینیش اینی که زنه فعال شده در 24 ساعت ما میبینیم. این نشان میده که تانکی را که ما انتخاب کردیم این لبریز شده حالی به خاطر از اینکه این حالت ما رو جلوگیری کنیم نمیخوایم که مکمل تانک ما از آب ما ضایع شود از سر تانک خلاصه لبریز شود او رو چیکار میکنیم که در این قسمت میایم در قسمت پامپ دیفینیشن میایم در این قسمت در قسمت آپریشنال اینجا ما داریم کنترل یعنی زمانی که تانکی ما در این قسمت خلاصه آب لبریز شود یگانه راه حلی است که پمپ در وقت باید چیکار کنه خاموش شود. خب در این قسمت کنترل داریم در اینجا کلیک میکنم انتر در قسمت آپریشن بالاتر از چی کنترل بود در قسمت بالاش. خب اینجا که آمدیم این تک صفحه که برای ما باز شد یک صفحه جدید میاد یعنی یک نیو برش تعریف میکنم و در اینجا میگیم که پمپ تا چه اندازه زمانی که سطح آب در مخزن یعنی در تانک تعادل سازی باید فرضاً ما اینجا ارتفاع تانک ما 10 متر میگیم در زمانی که سطح آب در 2 متر رسید پمپ ما روشن شود یک چیز برش میگیم زمانی که در 9.5 متر سطح آب رسید در تانک پس پمپ خود به خود چیکار کنه پس خاموش شود این چیز میخوایم برش معرفی کنیم یعنی زمانی که آب در حد اقل رسید باید پمپ خود استارت کنه و زمانی که دمو اندازه 9.5 میگیم تا 9.5 رسید پس پمپ خاموش شد. خب اینا رو میخوایم برش نشان بدیم این را من کلان میکنم که یک مقدار دیده شود. خب اینجا است F یعنی elements میخوایم که انمی تانک ما این را سرش کلیک میکنم تانک یک کلیک میکنم میگیم هایدرولیک گریدینت نه لیول مقدار آب سطح آب در اینجا نوشته در آپریتر اگر کوچکتر است چند شود فرضاً ما میگیم 1 یعنی زمان سطح آب 1 متر رسید در تانک باید چیکار شود پمپ باید چالان شود. میایم که قسم انتخاب کردیم در قسمت اینجا کلیک میکنم properties پمپ برای ما چالان کن زمانی که اینجا آمدیم اول دفعه تانک میگیریم دفعه بعدی باز همون پمپ انتخاب میکنیم این را پمپ که انتخاب کردیم اینجا نوشته پمپ 1 خب سناریوش است پمپ استیتس مساوی است اگر ما اینا رو بخوایم که آف شود اینجا آف را انتخاب میکنیم مثلا ما گفتم اگر سطح آب در 1 متری رسید آیا آف شده؟ ما نمیخوایم که آف شده میگیم روشن شد چیکار میکنیم؟ آن باز یک سناریوی دیگه برش میسازیم یک گزینه دیگه میسازیم میگیم زمانی که سطح آب در 9.5 متری در تانک رسید پمپ چیکار شده؟ خاموش شده دیگه لبریز نشد برم میایم در قسمت بازم element شد انتخاب تانک است خب تانک 1 گفتم لیول انتخاب میکنیم در این قسمت میگم که اینجا میگم که بزرگ و مساوی از کوچک مساوی بزرگ مساوی از کوچک مساوی اگر از 9.5 شد در این صورت چیکار کنم برای من اینمی پمپ خاموش کنم خب میایم اینجا نوشته میکنم چون ارتفاع کلا تانک ما بود 9.10 در 9.5 رسید میگیم پمپ پس خاموش کنم 9.5 و در این قسمت بازم میایم که پمپ کلیک میکنم پمپ استیج ازم پمپ 1 انتخاب کرده در این صورت که 9.5 رسید سطح آب چیکار شده خاموش صحیح اینا از این چند خب یک ران میکنم اینا میایم همون گراف دوباره سعی
گرافی از گراف مربوط به تانک اینجا کلیک میکنیم، میایم روی گراف. همین گراف است. غیر پلی میکنیم. خب را کلیک کنیم. قسمت ما پامپ انتخاب کنیم. قسمت گراف نیا. خب با استفاده از این ابزار را انتخاب کنیم. میایم در قسمت لیول. در قسمت لیول که آمدیم این را تکش پاس میکنیم. دیگه این بار اینا برای ما نشان میده. زمانی که من این را پلی کنم او امی حد اقل را یعنی از یک گرفته بودیم آورده، حد اکثر اون در 9.5 که در اونجا رسیده برای ما نشان داده گرافش. در این مرحله که رسید روشن میشه، در این مرحله که رسید خاموش میشه. این را من که پلی کنم در ساعت های مختلف برای ما نشان داده. در حقیقت این نشانده برای پمپ خود ما یک دستور دادیم که در این ساعت وقتی آب در مخزن در این مرحله رسید توی خاموش شد، در این مرحله که رسید پس روشن شد. درست. ما اصلا اونجا کمترین یک گرفتیم از 2 شروع کرد. این گراف یک گرفته بودیم نه؟ یعنی قسمت آپریشنال پمپ می انتخاب میکنیم و در این قسمت کنترل انتخاب میکنیم روی از این. این لیول را فرضاً ما یک گرفتیم که آن است، باید از یک شروع کنیم و یه زمانی که بیاییم روی گرافش همین گراف بازم مشتوس اصلا اینطور است که ما تو پروگرام میگه حد اقل باید اینقدر باشه. شاید که از یکی کم شد تا که یک چیز دیگه هم اینجاست. در این قسمت در قسمت پامپ دیفینیشن بود، به نظر من دو گرفتم. در قسمت تانک ریزرویر که بود در این قسمت ما دو گرفتم. مینیمم شد 2 متر گرفتم. از او خاطر است. خب اینی قسمت مربوط به استاد هم تو 1 متر کو دیگه باز چی میاد باشه. اینی به ماشین مشکل پیدا. خب میایم در قسمت چی بود؟ در قسمت تانک بود. یعنی در قسمت تانک بود تانک دیفینیشن به اینیشیال لیول است. یک بعد از یک ران کنیم که بازش هست باید انتخاب نمیکنم. میگم engine calculation failed, please see user notification. اینجا گفته failed load module, please run the validation for more information. خب یک والیدیت کنیم که چی میگه. اینجا گفته failed available module may become comport counter incomplete information. در قسمت لیول element ID element سناریو باید تعریف کنم. خب این مشکل پیدا کرد. این را باید پس چیکار کنم درست. خواهی ساختیم یعنی که پس این مشکل پیدا. خب خیر از مشکل باز